شو چطوری بسر؟ مخلصم. سلام رفقای گل، خیلی مخلصم. رفقا من علی کامیکس هم و خیلی خوش اومدید به جی تی ای. اما قراره امروز تانوس باشیم. همینطور که میدونید بچه‌ها چند تا ویدیو قبلی یه دونه ویدیو گذاشته بودم که چند تا مودای مختلف و خفن‌ترین مودای جی تی ای نشون میداد. خیلیاتون گفته بود که تانوس رو نصب کن. اگر خوشتون بیاد این ویدیو رو لایک کنید و تو کامنت ها واسم بنویسید. دونه دونه مودا رو با هم نصب می‌کنیم و تمام کارهایی که میشه کرد و با هم می‌بینیم. امروز نوبت تانوسه و خیلی قراره بهمون خوش بگذره. برو بریم، لتس گو. خب بچه‌ها قضیه از این قراره که بعد از 1000 تا بدبختی و اینکه چندین و چند مود رو هم نصب کردم، این شما و این تانوس خیلی خودم دوستش دارم. اصلا هم تستش نکردم بچه‌ها، گذاشتم با هم دیگه تستش کنیم. اولین اتک رو میخوام با شما بدم. مثلا الان یه ماشین میبینیم، یه اتک میدیم. این فکر کنم همون قدرتیه که بچه‌ها چیز میکنه از توی تلپورتی ماشین. این هم اگه دقت کنی صدای پاهاش هم میاد، یعنی وقتی انقدر پاهاش سنگینه وقتی چیز میکنه راه میره. خیلی جالبه پسر، چقدر سریع پلیس اومد. اینم که پرششه. بچه‌ها جدا سر ریختن این مودا خیلی اذیت میشم، خیلی میشکنه. خیلی خودم کام اصلا ریختنش، نصب کردنش، سر هم کردنش، چون چندین و چند موده. واقعا با لایکاتون و اینکه کامنت واسم میذارید بهم انرژی بدید و بگید که بدید که مودی که میخواید باشید کدوم باشه. خب آقا یه چیزی بهتون نشون بدم پراتون بریزه. بچه‌ها این همه قابلیت داره و من واقعا نمیدونم اینا چی کار میکنن. ببینید از اینجا شروع کنیم و فکر کنم ویدیو رو تو 2 تا پارت تمومش کنیم. مثلا از اینجا شروع کنیم، هر کدوم از اینا باز دوباره خودش بچه‌ها چند تا مدله. اینو مثلا شروع کنیم. پسر خوراک پلیسه و حتما توی این مود میخوام چیزم برم بچه ها، میخوام سراغ قطار جی تی ای هم برم. خب آقا این خیلی بلا واقعا رو هوا هم میزنه اینو. سر دیوونه کننده است. خب آقا این تکیش فکر کنم ستاییشه. آجی پلیس 4 ستاره شد. چطوری پسر؟ مخلصم. پسر خیلی خب حاجی واقعا زوره هیچکی دیگه. چطوری خوشگله؟ خوبی؟ بذار ببینم یه دونه از این چند ستاره به تو بذارم. خیلی میتونم سوار ماشین و اینام بشم یا نه؟ چجوریه؟ وای نگو که میتونم. چه باید بتونم؟ چه داره ماشین رو میدوزده. وای چی آخه؟ با من تصادفی کنی؟ چطوری سلطان؟ اول فصل. واه خیلی بچه این یادتون باشه این خیلی خفنه. تو قطار هم ازش استفاده میکنیم. اینا چیه؟ سنگشون میکنه آدم ها رو. سنگ یکم از جا دوشم، یکم خلوت شه. چقدر دور شدم. وقتی از خیلی باحاله پسر. این مودش رو دوست دارم. یعنی ماشینم سنگ میخونه. یا جدا خودم دارم عشق میکنم. تا حالا تانوس رو نریخته بودم. خیلی پدرم در اومد سر ریختن مودش، ولی خیلی راضیم از اینکه ریختمش. آقا این که گاد بود این سنگ کردن. این چیه؟
حاجی بریم کم کم سمت قطار جی تی ای که اگه دیدیمش همونجا کارا رو اوه دادا اوه سلام علیکم چطوری من پسر خیلی جالبه خیلی جالبه بچه ها راستی الان اینقدر امکانات داره و چیز نیست داره بشیا رو دادا چطوری ستون گنگ اینقدر چیزی که من واقعا فکرم کار نمیکنه حتما تو کامنت ها بچه واسم بنویسید که مثلا چیاشو تست نکردم یادم رفت تو پارت بعد تست کنم چیکارا باش بکنیم مثلا چه میدونم بریم خونه لستر بریم پلیس رو بهتر کنیم بریم آتش‌نشانی رو بهتر کنیم بیاریم مثلا بالای کوه چیلیاد از این اینا اینم باحال بود این چی میمون تبدیل به میمون میخوام اینایی که اینجا چیزا من گیر دیدی دقت کردیم تو هر ویدیو یه بار باید سمت اینا بیام یکم بیا عقب‌تر دیده بشه قشنگ اینجا خالی شده اینا نه What? اوی پسر میترسم بازی الان کرش کنه البته بچه‌ها به خاطر اینکه من با اون گرافیک قبلی باز خیلی اذیت میشدم هم واسه استریم هم واسه اینکه این مودا خیلی کرش میکرد یه گرافیک رفتیم خب با لطف شما و پولایی که از استریم در اومد رفتیم 3080 خریدیم امیدوارم دیگه خداییش اذیتم نکنه چون این مودا خیلی سنگینه اینو الان بخوام تبدیل کنم چطوری من این توپولیه فکر کنم بشه خرس چی شو حاجی خیلی داره خوش میگذره سلام سلطان این چی داره وای زیادم چیز نکنی کرش میکنه وای خیلی باله خیلی باله آها یه بار اول چیزش کنه نه هر سری تبدیل به یه حیوان میشه این که با پلیس درگیری خیلی گفت آقا کم کم بریم سراغ چیز کم کم بریم اینجا رو بچه جامپ و دقیقه وقتی میاد وقتی این جامپ خیلی بلنده وقتی میاد پایین جامپ کوچیکه بیشتر آقا کم کم همینجوری که داریم مودا رو تست میکنیم بریم سمت قطار خب آقا اینا رو کامل تست کردیم اینو کامل تست کردیم این چیه نه اولی که ترتیبش به هم اولی این کار نمیکنه یا باید با آدم تست کنم چقدر جذاب پسر گود میخورم بهش خیلی باله توی محفظه از آتیش چی کارش میکنه دروغ نگم من فیلمشو ندیدم بچه و نمیدونم این کارایی که دقیق میکنه تو فیلمش هم هست یا نه اگه چیزی بهم بگید شما فیلمشو دروغ نگم ندیدم خودش خب آقا اینو که دیدیم خیلی باحال بود یادمون باشه خیلی باحال است چیکار میکنه اینقدر آدم بود بیا پایین این کار نمیکنه یا نه باید روی چیز خاصی کار کنه فکر کنم این مرده ها رو زنده میکنه عکس یه دونه دسته که از قبر بیرون اومده یعنی برم قبرستون میگید دستی که افریق نمیتونم بذارید بچه من این تلپورت بکنم تلپورت اینجا قبرستون قبرستون کجا بود همین دور و برا بود من میفهمید چی کار میکنه باید بفهمید چی کار میکنه قبرستون همین دور و برا بود دیگه اونجوری که یادمه قبرستون
اینجا بود فکر کنم قبلتون اگه اشتباه نکنم. بذار تلفن بکنم. راستی بچه‌ها اینم بهتون بگم بچه‌ها جدیدن خیلی بهم پیام میدید که علی این مودایی که میریزی و یادمون بده و نه قبلتون رو گمش کردم. بذار جامپ بزنم پیداش میکنم. بهمون یاد بده که این مودا رو چجوری نصب میکنی و چجوری بازی میکنی و این داستانا. اگر واقعا بچه‌ها ببینم خیلی خواهم پیداش کردم. خیلی خواهان زیاد داره و حالا تو کامنت ها بهم میگید و این داستانا وقت میذارم چون میگم خیلی چیزای قاطی پاتیه واقعا بچه‌ها. این بکنم یکی که بکش رو میتونه زنده کنه. بذار یه نفر رو بکشم. نمون اگر بچه واقعا دوست داشته باشید این کار رو میکنن. ببین این که میکشه خب این یارو مرد خب این فکر کنم زندهش کنم. دیدی گفتم خدا وکیلی علی دمت گرم. این مرده ها رو زنده میکنه. یعنی میتونیم بریم تو اون مرحله که تو مرحله اول که اون طرف مرده بچه با اینا تو مراحل هم میتونیم شرکت کنیم و میتونیم مثلا بریم مثلا اون مرحله‌ای که مثلا چرا مرده‌ای داشته باشه زنده کنیم یا مثلا اون مرحله ها رو خیلی باحال میتونیم رد کنیم. داشتم میگفتم آقا اگر یه وقت ببینم خیلی خواهانش زیاده این داستانی که بچه‌ها میگید مدام اینا رو آموزش بده و خب این الان میمرد مثلا این نمورده چه صافت ببینید نمی‌بینی نه سگش کردم اشتباهی سگش. بیا اینجا توی چند تا ویدیو بچه بهتون آموزش میدم. اینقدر خدا هیجان زده شدم از وسط حرفا یادم میره کرش کرد بازی لعنت بهش بازی کرش کرد. خب بچه ها همینطور که دیدید حتی لعنتی با این داستان هم بازی کرش کرد ولی خب خیلی کمتر از قبل شده. خب آقا تا کجا دیده بودیم بچه ها؟ اینا رو دیده بودیم اینو دیدیم وای خیلی دوست دارم اینو تست کنم. بریم واسه اینقدر اینم فکر کنم خیلی خودش 5 تا چیزه فکر کنم خیلی جذاب باشه. خب این چیه؟ پسر خیلی اوساخیته. یه جامپ بزرگ برو بریم پسر. جامپای بزرگ زیاد راه نمیره. اومدم اینجا اینو خیلی دوست داشتم. 3 2 واه از کجا درخواست میکنه داداش؟ اوه حاجی واه باید یکی باستاده باشه. غلط کردم. واسه اینی اوه پسر خیلی جذاب بود. پلیس میترمم. پلیس کجاست؟ من به پلیس بگم که دنیا دست کیه. چطوری پسر خوبی؟ گله واسه من دکون. پسر خیلی وحشیه این مادی خیلی وحشیه دوستش دارم. پدر همه در اومد چی تیر میزنی به ساعت من ستونه گنگ. خب بریم بعدی. این چیه؟ ماشین. این چیه؟ این هم فکر کنم رفت به ماشین داره. چی شد؟ حاجی یه دونه پورتال باز میکنه. چقدر جذاب این مود تانوس چقدر جذابه آقا جدا. اگه دوست دارید من چون ما خودم تو ذهنم مثلا 2-3 تا ویدیو ازش بگیرم اگه دوست دارید 5-6 تا ویدیو ازش بگیریم مثلا مراحل رو باهاش بریم یا مثلا چه میدونم یه سری کارهایی که تو ذهنم نیست و 100% الان تو ذهن شما هست بهم بگید حتما بهم بگید چون اسم میکنم خیلی مود پتانسیل داره. خب بریم بعدی. پرات صدای هلی میاد داداش. باورم نمیشه آجی. این چی؟ فکر کنم هر کی هم بیاد سمتش یه داستانی فکر کنم.
یا نه نه ای آره میکشه تو خودش. وای خیلی دوست دارم اینو. خب این چیه؟ آتیش. این نمیزنه چرا؟ باید رو آدم پس کنم. آدم داشت میشه بیای پایین. آدم نه این یه داستانیه بچه. این چیه؟ نوشته که یونید این یه چیزیه بچه ها، نمیدونم چیه. شاید هم با اون پورتال قبلی ها کار میکنه، یعنی باید پورتال داشته باشی یا ربطی نداره. هر کی میاد بغل این اینو نفهمیدم، حیفم میادم ولش کنم همینطوری. چرا؟ اوه اینم راستی بچه ها، راست. اوه بچه تو کردم اصلا چه غلطی دارم میکنم خودم نمیفهمم. بچه راست کلیکش، هر کدوم از راست کلیکاش یه دونه از نورای چیزش رو روشن میکنه اگه اشتباه نکن. واسه ببینم یه چیزی داره میشه. فهمیدم این فایرباله. بچه فهمیدین چی شد؟ آتیشای دوروبر خودش رو جمع میکنه، یعنی اول باید یه سری ها رو بکشی. آتیشای دور مثلا 53 تا آتیش دارم، ببینید اون پایین ها 53 تا آتیش دارم. آتیشای دور خودش رو جمع میکنه، بعد میتونه اون آتیشا رو بزنه به بقیه. دیوونه ای پسر، خیلی خوبه این مود. خب آقا خیلی چند تا رو تست کردیم؟ 1 2 3 4 دیگه نه. یه دونه دیگه هم این داره فقط واسه رنگ و چیزو. آها با مودش اینجوری. چی؟ خوچی گرویتی هر کی دورو بر هر کی دورو برم باشه. یا خدا پسر این مود خیلی دوستش دارم. این مود خیلی باید باورتون نشه یه کوچولو سیستم لک شده. خیلی این مودو دوستش دارم. دیوونت هم تانوس. فکر کنم بچه واسه این پارت بسته دیگه، طولانی میشه حتما بچه. واقعا من واسه این مودا خیلی زحمت کشیدم، کلی ویدیو دیدم و کلی پدرم در اومده. اگر دوست دارید بازم میگم تو کامنت رو بنویسید که پارت بعدیشو سریع بذارم و اینکه ایده بدید که چیکار با تانوس بکنیم. و دمتون گرم، ویدیو رو واسه رفیقاتتون بفرستید و لایکش کنید. لایک از همه مهمتره. تا ویدیو بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. روبیکا دیسکورد اینستاگرام زیر ویدیو هست. خیلی مخلصم. کات چی میگی تو؟ کله کچه برو بالا بینم.